اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون رو باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید. خیلیا بودند و هستند که یه روز با شور و احساس و هیجان حرف می‌زدن، بعد مثلا در شرایط دیگری شکل دیگری شدن. مراقب باشید اینجوری نشه. یعنی حرکت یه حرکت مستمر، خستگی ناپذیر، با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون در جهت درست باقی خواهد ماند. اون فردای این کشور که دست شمایی است که امروز دارید با اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود. بعضی میگن امام حسین علیه السلام حرکت کرد قدرت رو بگیره. مردمان مؤمن هم این حرف رو میزنن، اشتباه میکنن. بعضی میگن حرکت کرد تا شهید بشه. من میگم حرکت کرد تا وظیفه رو انجام بده. متا در راه انجام وظیفه یک احتمال اینه که آدم به قدرت برسه، چه یه احتمال اینه که انسان شهید بشه، چه. مقصود این است که ما بتوانیم این عمل رو انجام بدیم، این وظیفه رو انجام بدیم.